چرا مقامات سعودی روسیه، یعنی برمیگردیم به حادثه کروکوسیتی مسکو، چرا مقامات سعودی روسیه با وجود اون که دید در مرافعه سعودی دید گمانبرشوندگان لاتوکوب شدند و حتی مدار گپزنی ندارند، اقلا از آنها نپرسید که شما رو به این حال کی آورد؟ با وجود آن که نوارهای شکنجه وجود دارند به این کسی اهمیت نداد. البته دانسته می شود که اینها رضایت مقامات روس در این کارها، اینجا رضایت مقامات روسیه وجود دارد، اما چرا روسیه با نمایش این وحشت افکنی همه قانونهای موجوده خودش را به خود حق داد که پامال کند؟ این جسارت از بی‌جزا ماندن نسبت شکنجه از کجاست؟ آیا طبق خواسته مردم روسیه این کار صورت گرفت؟ نه، این جوابش خیلی ساده است. این نظام حقوقی روسیه، مقامات سعودی روسیه توف کردگی است به قانون، توف کرده است به اون آزادی و حقوق بشر، توف کرده است به حکومت تاجیکستان و اون این قدرت نمایی است. این دیگر اون چیز دادگاه نبود، اون یک جلادخانه هست که در حالا شما فیلم ها رو تماشا کنید درباره اینکویزیسیای اسرای میانه، چگونه یک نفر رو میزنن میارن در پیش قاضی و دادگاه یا در پیش پادشاه، در پیش یک حاکم، با چه تحقیر. 100% تکرار همین است. این یک وحشانیت است. کسی اون رو دادگاه میگید، کسی اون رو نظام سعودی میگید، اون غلط میکنه. خب اولش که در روسیه امروزه دیگر حقوق وجود ندارد، قانون وجود ندارد. خب همون نظام دادگاهی روسیه که نوالنی را زندانی کرد و کشت از بین برد، همون نظام دادگاهی که ولادیمیر کرامورزا را زندانی کرد، ایلیا یاشین را زندانی کرد، همون نظام دادگاهی که دیروز یک دختره که ژورنالیست که روس را فقط به خاطر آنکه در سر قبر نوالنی عکس گرفته است یا چیکار کرده است با تهمت عضویت در سازمان اکستریمیستی زندانی کرد. خب ما از همون نظام دادگاهی یا حقوقی روسیه که نسبت شهروند خودش این کارو میکند، ما انتظاری داریم که نسبت تاجیک به حقوق، مهاجری مظلوم به صاحب تاجیک دیگر خیر رفتار کند؟ خیلی ساده اندیشی است، خیلی ساده نگری هستیم. برای همین حکومت روسیه، نظام دادگاهی روسیه میداند که این تاجیک نیست، این انسان نیست، این شهروند نیست که صاحب داشته باشد و برای این تحقیرش، برای این رفتارش یک سفارت، یک حکومت، یک وزارت، یک پرزیدنت صدا بلند خواهد کرد. خب اپوزیسیون تاجیک صدا بلند میکند، اونم از اروپا. خب ما را میگن اینا خائن هستن، اینا فروخته شده هستن، اینا خواجگی خارجی دارن. بعضی حتی فکر میکنن که ما برای همین کارها ما باز پول میگیریم. شما چند روز اخیر در رسانه‌های خارجی خیلی فعال بودید و تاجیکستان را تنقید کردید و نزد بیگانگان تاجیکستان را سیاه کردید. مگر این رفتارتان خیانت به دولت نیست؟ خب ببینید، من یک ساعت شد درباره همین گپ زده شدم که بعضی انسان‌ها حکومت روسیه را از کشور روسیه، این دزدان و غارتگران این تاجیکستان را از ملت روس جدا کرده نمیتوانند. بعضی ها تاجیکستان را، وطن عزیزمان را از حکومت تاجیکستان جدا کرده نمیتوانند. بعضی ها امام علی رحمان را همچون پرزیدنت از ملت تاجیک، از مردم جدا کرده نمیتوانند. اگر من بیام یک وزیر رو، یک حکومت رو، یک پرزیدنت رو تنقید کنم، میگن شما تاجیکستان رو تنقید کردید. مگر این خیانت نیست؟ خیانت این کار شما است که تاجیک رو در روسیه به این مظلومیت رسانیدن، به این وحشانیت عذاب داده ایستادن. شما خاموشید، نه تنها خاموشید، باز طرفداری کرده ایستاده است. امام علی رحمان با این خاموشیش گفته ایستاده است که بله شما درست رفتار میکنید. این از خیانت. من به هیچ وجه ضد وطنم، ضد کشورم، حتی ضد دولتم، تاجیکستان همچون دولت، به هیچ وجه هیچ کس حق ندارد. اگر کسی ضد تاجیکستان همچون دولت باشد، واقعا خائن است. چی من باشم، چی رحمان باشد، چی شما باشید. اما وقتی که شما ضد یک حکومت رفتار میکنید، عمل میکنید، گپ میزنید، ضد یک شخص، ضد یک منصبدار، بگذار پرزیدنت هم باشد، ضد اپوزیسیون گپ میزنید، شما خائن نیستید.
بلکه شما وطن دوستید. چگونه من این پرزیدنتی که زمین رو بفروشد، وطن رو بفروشد، در خودش با نیروی خارجی سری قدرت بیاید، ملت رو به این حال برساند، باز ملت در روسیه تحقیر شود و او خاموش باشد و ملت رو در داخل کشور با سپارش مقامات تفتیشاتی یک کشور دیگر باز بیارد تفتیشات بگذراند. اگر من این رو تنقید کردم در رسانه‌های خارجی، خب بله خیلی فعال هستم، تنقید خواهم کرد، از ملتم از وطنم حمایت خواهم کرد، از مهاجرین حمایت خواهم کرد. همین رفتار من اگر خیانت باشد، من 100 مرتبه بگذار خائن باشم، 1000 مرتبه خائن باشم از جانب شما. خوشا به حال همون خیانت و به همون خائنی و به همون کارهای ما که همین کارها کرده ایستادیم و حیف شما وطن دوستان، حیف شما بر این وطن دوست و پاتریوت و همونی که تاجیکستان به پیش میگه، در صورتی که وطن را، ملت را با همون رهبریت دزد و غارتگرتون به همین حد رساندید. فرق ما و شما برادر همین است. من وطنداری و پاتریوتیسم و ملتداری رو این گونه میشناسم، شما دیگر خیلی میبینید. خب بگذار هر کس در موقع خودش باشه.